نیروی هوافضای سپاه از این پایگاه بازدید می‌کنند. اینجا سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه او را همراهی می‌کند و در حال توضیح بخش‌های مختلف این پایگاه است. پایگاهی همچون یک آتشفشانی البته خفته در دل کوه. اما به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مدت زمان بسیار کوتاه این آتشفشان خفته آماده فوران خواهد شد روی سر دشمن. عملیات وعده صادق 2 موشک‌های این پایگاه توانستند با عبور از سامانه‌های پدافندی متعدد و متراکم رژیم صهیونیستی پایگاه هوایی نباتیو محل اصلی استقرار جنگنده‌های F-35 این رژیم را نابود کنند. هنوز رژیم صهیونیستی نتوانسته پایگاه هوایی نباتیو را به حالت عملیاتی خود برگرداند. فرمانده کل سپاه میگوید برای عرض خداوت به نیروهای عمل کننده در عملیات وعده صادق 1 و 2 این پایگاه به اینجا آمده و ارزیابی از آخرین وضعیت عملیاتی یگانه‌های موشکی مستقر در این پایگاه. بر اساس تصاویر موشک‌های سوخت مایع عماد، قدر، قیام که از جمله دارایی‌های راهبردی این پایگاه تاکتیکی است اینجا نگهداری می‌شود. صدا و سیما با وجود ملاحظات شدید حفاظتی اجازه یافته تنها بخش بسیار کوچکی از این کوه یخ را نشان دهد.